با استفاده از فرصت مناسب همچون یک زن، همچون یک مادر تمنای آن را دارم که بگذار همیشه در فضای تاجیکستان ما صلح و امنیت پایدار باشد. دست پیشوای ملت که چون یک شاهپر همای بالای سر زنان و مادران تاجیک است مدام پرافشان باشد. تمنای آن را داریم که همیشه صحتمند و سربلند و موفق و پیروز باشند. زهی ای پیشوا دریافتم بیشک خدا با توست، هوادارت نه تنها این زمین بلکه سما با توست. جهان را غیرت و افکار بکرت مکتب عبرت، همه مغرب و مشرق، آسیا و اروپا با توست.